این پلیر یکم سنگ باید یادم رفت سنگ بچه. این پلیر یکم حوصلش سر رفت، یکم اومده ویلیج و میگه این پلیر توی ویلیج این پلیر توی ویلیج میگفت منبع فود توی ویلیج فراوونه و این پلیر در زمانهای قدیم سال اون موقعی که تازه ماینکرافت نسخه اینش وجود اومده، اون زمان این نسخه جدیدترین بود که اسم این نسخه 1.02 جدیدترین نسخه این ماینکرافت بوده. 1.02 هم که نه، 1.07. اون زمان این ماینکرافت جدیدترین نسخه بوده. از این لحاظ جدیدترین نسخه بوده چون پیکسلش بالاتر از ماینکرافت بوده. ماینکرافت معمولی بوده. دزرت ویلیج پیدا کرده و اون همیشه خونش رو میذاره اینجا باشه و اون همیشه اینا رو ماین میکنه. و اون یه دونه ویلیجر پیدا میکنه که مثل خر داره همونطوری در این رو وارد میکنه و میکشدش. حقش هم این پلیر کم احساس ناراحتی داره چون همش احساس میکنین یکی داره از این خونه داره نگاش میکنه و این خونه نصفش رفته توی زمین. یکم اینجا احساس ناراحتی و میره بالا. اینجا خونه‌شو میسازه.